درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 56. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب هفتم، باب یکم. همین طور فرماندهان گروه‌های جنگی به نام خدایان دعا کرده به جایهایشان رهسپار گشتند. خدمتگاران به کوروش و یاردمچیان او در حالی که ایشان هنوز قربانی به جا می آوردند خوراک و نوشاکی آوردند. کوروش در حال راست ایستاده اولین لقمه های غذا را برای خدایان قربانی کرد و به خوراک خوری شروع نموده. از تمام حصه خوراکش چون عادت یک قسم آن را به آنهایی بخشید که مخصوصاً گرسنه بودند. پس از آن که مراسم میریزی را به شرف خدایان اجرا کرده دعا خواند و نوشاکی آورده را چشید، از پس او همه آدمان گرد و اطرافش نیز همین گونه رفتار نمودند. نهایت کوروش با دعا به پدر زیوس مراجعت کرد تا که او پیشوا و هم پیمان آنها باشد و سپس به اسبش سوار شده به همراهان خود نیز امر نمود که او را پیروی نمایند. جنگاورانی که کوروش را احاطه کرده بودند مانند او مجهز گشته بدنشان با کتانهای ارغوانی، جوشنهای میسین و کلاههای سفیدی با یاقوت آرا یافته پوشیده شده، با شمشیر و نیزه دستش از چوب ارغی ساخته شده و هر یک سواره با یکی از چنین نیزه مسلح گشته بودند. از پای آنها با پیشانی بندک ها، سری سینه بندک ها و صغری بندک های میسین محافظت می شدند. آخری آنها در یک وقت همچون حفظ کننده سواره نیز خدمت می کرد. لباس های جنگی زیر ساخت کوروش تنها با یک چیز فرق می کردند. در حالی که سواران دیگر آنها را با رنگ‌های زرین پوشانده بودند، از آن کوروش آنها چون آینه می درخشیدند.
او وقتی که به اسب سوار شده همینطور لحظه شخص شده به دوری ها می نگریست و جای بهتری حرکت را انتخاب می کرد، از طرف راست او ناگهان رعد در آسمان با صدای بلند غریش نمود. ما از پی تو می رویم زیوس اعظم، خطاب کرد کروش و اسبش را به پیش راند. امر داد که از طرف راستش فرمانده قوه سوارگردهای نظامی خریسند با سوارهایش و از طرف چپ ارسم با جنگاوران پیاده‌گرد حرکت کنند. کروش فرمود که همه به نشانه رمزی او توجه دهند و با یک خط راست راه پیمایند و نشانه او عقاب طلایی با بالهای پرافشان در بالای نیزه درازش بود. چنین نشانه را تا به امروز شاه فارس محفوظ می‌دارد. پیش از پدیدار شدن دشمن، کروش لشکر خود را برای استراحت نگاه داشت. نهایت وقتی که تقریباً 20 استادیه گذشت، همه پی بردند که لشکر دشمن به سوی آنها حرکت می کند. همین که هر دو لشکر در مسافه چشمرس به هم نزدیک آمدند، دشمنان باوری حاصل کردند که صف آرایی حربی آنها در جبهه نظر به لشکر کروش در هر دو طرف خیلی وسیع تر است. فلنگه خود را باز داشته، زیرا در عکس حال انجام دادن حله حرکت از سوی گردش غیر امکان بود. آنها برای این عملیات هر دو طرف لشکر را فراخ گشادند و قوه‌های جنگیشان را از دو طرف مانند گم صف کشیدند تا که یک باره از همه طرفها هجوم کرده توانند. کروش گرچندی که این همه را میدید در جایش نایستاد، بلکه با همان سمت حرکتش را ادامه داده پیش می‌رفت. کروش حساب کرد که هر دو طرف قوه‌های دشمن برای خود چگونه کنج بزرگ گردش را به نقشه گرفتند و تا کدام اندازه باید آنها به جانبها طول کشند و گفت: آیا درک می‌کنی خریسند که دشمنان ما در کجا نیت گردش دارند؟ ها، البته، جواب داد خریسند، و برای همین من به حیرت افتادم. به فکرم آنها هر دو طرف قوه‌هایشان را از فلنگ اساسی خیلی جدا کردند. بله، قسم به نام زیوس، راضی شد کروش، و از فلنگ ما نیز. اما چرا آنها چنین رفتار می کنند؟ عیان است که از ترس چنین رفتار می کنند که گویا پهلوهای صفی قشونهایشان تا دمی که فلنگ هنوز دور است به ما نزدیک نباشند و ما به آنها هجوم نکنیم. اما در این حال، ادامه داد کروش، چگونه این گروه های جنگی آنها هنگامی از همدیگر اینقدر جدا بودنشان همبستگیشان را تأمین کرده می توانند؟ احتمالاً، جواب داد کروش، وقتی که طرفهای پهلویشان به قدری کفایه پیش رفته در قریبی های فلنگ قوه های ما قرار می گیرند، آنها گردش می کنند و صفهایشان را به فلنگ تبدیل داده با نیت در حال هجوم آوردن از همه طرفها به سوی ما حرکت می کنند. پس تو این عمل آنها را عاقلانه می حسابی؟ خریسند در حیرت ماند. بله، برخلاف آن چیزی که آنها
می بینند. اما برخلاف آن که از نظرشان پنهان مانده است، صفکشیشان بدتر از آن است که اگر آنها به ما از فلنگه ها هجوم می آوردند. چطوری که نباشد، سخنش را دوام داده گفت کوروش، تو ارسم مثل پیشتره چنانه که من عمل می کردم، جنگاوران پیاده‌گرد خود را آهسته آهسته به پیش می بری. تو باشی خریسند با جنگاوران سوارت در پهلوی او در یک صف حرکت می کنی. من به جای حرکت می کنم که به اندیشه من از آن آغاز نمودن جنگ قلی‌تر است. در سری راه پیماییم می سنجم که وضع در هر یک گروه جنگی چگونه است. وقتی که من به جای مقرر شده می رسم و باید الکی با دشمن در تماس باشیم، من پیان می سرایم و شما نیز در این حال قفان نمانید. اما هنگامی که ما به سوی دشمنان می شتابیم و شما آن را به آسانی مشاهده خواهید کرد، زیرا در آن حال به فکرم داد و فریادها زیاد خواهند بود. ابردت با فایتونهای خود به پیش می شتابد. به او چنین فرمان داده می شود و شما باید از پس او حرکت کنید و حد الامکان به فایتونها نزدیک باشید. با این کار ما به دشمنان خود در عین آشفتگی آنها حمله می کنیم. من هم کوشش می کنم که هرچی زودتر با شما همراه شوم تا که دشمن را اگر خدایان بخواهند یک جایه تعقیب نماییم. با همین دستورها رمزی مخفی زیوس نجات دهنده و پیشوا را به آنها داده کوروش براهش رفت. از بین فایتونها و صفهای جنگاورانی زره پوش گذشته گاه گاه به چهره آنهایی که در قطارهای جنگی قدم می زدند نگاه کرده خطاب می کرد. جنگاورانی شجاع، از دیدن چهره شما چقدر شادم. بعد به گروه جنگی دیگر رو آورده باز خطاب کرد. آیا شما جنگاوران می فهمید که امروز ما باید نه تنها برای غلبه نو بلکه برای نگاه داشتن ثمره های پیشتره بهر تمام نیک و احواریمان مبارزه می بریم. از پهلوی قطار سیوم گذشته گفت: جنگاوران، از این به بعد ما دیگر هیچگاه نباید خدایان را برای چیزی سرزنش کنیم، چون که آنها به ما امکانیت دادند که نعمتهای کلان به دست داریم. تنها مردان دلیر بودن لازم است. سپس در نزد گروه جنگی نوبتی او خطاب کرد: جنگاوران، آیا ما همدیگر را یگان وقت به ضیافتی از این بهتر دعوت کرده می توانیم؟ چون که اگر امروز شجاعت و مردانگی من را نشان داده توانیم، هر کدام ما برای دسترخوان عمومی سهمی با سزا گذاشته می تواند. او به گروه جنگی نوبتی رو آورده گفت: به فکرم جنگاوران، شما خودتان می فهمید که امروزها برای هر کدامتان چگونه مکافات ها انتظارند. به غریبان امکانیت تعقیب کردن، ضربه زدن، کشتن، غنیمت و شهرت به دست آوردن، آزاد و حکمران بودن و برای ترسانچک ها باشد بر اعلا همه چیزهای مقابل مکافات های غریبان. بنابراین هر کسی که خودش را دوست می دارد بگذار همراه من به جنگ درآید، زیرا از جانب من به حد امکانیت هام به یگان کاری ترسویی و ننگین راه نمی دهم. چون از نزد آنهای گذشت که با آنها در نبرد اول اشتراک کرده بود،
مانند هر دفعه تکرار می کرد: آیا شما جنگاوران به سخنگویی من احتیاج دارید؟ چون که خودتان می دانید که در نبردها آدمان دلیر و شجاع کدام روز و ترسانچک ها کدام روز را قید می کنند. نهایت به نزد ابردت رسیده کوروش باز ایستاد. ابردت نیز لجام را به فایتونکش خود داده به نزدش آمد. چند نفری دیگر از بین پیاده‌گردان و فایتونکشان که در نزدیکی قرار داشتند نیز دویده آمدند. در حضور همه آنها کوروش به ابردت گفت: خدایان ابردت، چنان که تو می خواستند که تو و جنگاورانت در قطار اولی لشکری هم پیمان ها باشید. اما در خاطر نگاه دار که چون نوبتت برای حمله رسد، جنگاوران فارس شما را از مد نظرشان دور نخواهند ماند، ترک نخواهند کرد و هنگام نبرد به دستگیری باقی نمی گذارند. به این گفته ها ابردت جواب داد: هر چیزی که به ما داخل دارد در اینجا به نظر من خوب است. با وجود این من در باب طرفهای پهلویی قوه‌هایمان خواطرم، زیرا می بینم که طرفهای پهلویی قشونهای دشمن چطور به جانبها طول کشیده اند که آنها نه تنها از حساب فایتونها بلکه نوعهای دیگری سلاح نیز قوی ترند. از جانب ما به آنها تنها فایتونها مقابلت می کنند. بنابراین خلاصه کرد ابردت: اگر این جای را از روی قرعه پرتایی می گرفتم، شاید برای در اینجا قرار گرفتنم شرم می داشتم. به این درجه به نظرم من در اینجا کاملا بی خطر هستم. خیر است، اعتراض کرد کوروش. اگر تمامی کارهایت در حقیقت خوب باشند، درباره این و دیگران هم خواطر نباش. با کمک خدایان من کوشش می کنم که طرفهای پهلویی قوه‌هایمان را از تهدید دشمن خلاص نمایم. از تو فقط یک چیز را تولا می کنم: به هجوم ضد دشمنان قبل از آن که درباره دوم خواده کردن آنهای با خبر می شوی که حالا از ایشان می ترسی شروع نکن. همین طور کوروش در عرفه جنگی در پیش ایستاده همین طور لاف می زد، گرچندی که عموماً به لاف زدن میل هم نداشت. چون می بینی، ادامه داد کوروش، که آنها رو به گریز نهاده اند، حساب کن که من الکی در پهلوی تو هستم و دلیرانه به دشمن هجوم کن. تو آنها را در آغوش آشفتهاری و بی نظامی می پرتایی و جنگاوران تو برعکس آنها پرره روح بلند خواهند شد. اما مادامی که هنوز ای ابردت وقت داری، فایتونهای خود را دور زده تمامی جنگاورانت را دعوت کن که دلیرانه به جنگ روند. با ifade چهره خود آنها را روح بلند کرده با امیدهای شیرین به آنها الهام بخش. برای آنکه شما واقعاً جنگاورانی بهترین فایتون سوار گردید، روحیه رقابت را در وجود جنگاوران خود بیدار کن. چونکه اگر این نبرد با موفقیت انجام پذیرد، باوری داشته باش که من بعد همه خواهند گفت که از شجاعت و مردانگی مفیدتر چیزی وجود ندارد. شما گفتار 56 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.